آقا چی کار میکنی؟ نزنین خودتون آخه این کارا چیه؟ بابا ول کن. آقا یه خورده کوتاه بیا. حالا چه جنجالیه و چی شده حالا؟ چه خبره؟ آقا ولش کن بابا جون. خودت پرت نکن پایین داری از خود. بابا نکن این کارو. چرا خودت از بین میبری؟ عجب بساطی بابا. یه چند روزی آقا یه خانمی بیچاره یه گوشه ایران توی قم، اون شهر سابق آخوندی که حالا خب تقریبا غیر آخوندی شده، ضد آخوندی هم حتی، یه شوخی کرده، یه طنزی گفته در مورد یه آقای خیلی معروفی از شاعران محترم ما، از بزرگان مملکت و فرهنگ ما. شوخی کرد، یه طنزی. آقا یه بلوایی را افتاده، اصلا دارن خودشونو میکشن یه سری. خب آقا جان، امثال اینا، این جوونا، اونم تو این شرایطی که توی این مملکت بوده، همه چی رو تعطیل کردن، تو سر همه زدن، همه چی رو سرکوب کردن، تخته کردن، اجازه فعالیت ندادن. اینا باید به همین طریق شروع کنن تا بیان پخته بشن. طرف مثلا میاد 10 تا 20 تا 100 تا مطلب درست میکنه، بیشترش هم مزخرف، 2 تاش خوب در میاد، تا به مرور این شکل میگیره. یا 100 نفر 200 نفر میان اینجور فعالیت ها رو میکنن، از توی اینا حتی 200 نفر نه، چند هزار نفر میان فعالیت میکنن تا یکیشون از داخل اینا میاد بیرون. این میشه فرهنگ سازی. مسخره تر از همه اینه که کار به جای رسیده که این اراذالاوباشی که اصلا ضد ایران و ضد فرهنگ و ضد نمیدونم شعر و شاعری و نویسنده و هنرمند هستن، اینا هم اومدن از این قضیه استفاده کنن، پرونده برای این بیچاره درست کردن. الان هم یه چند روزی مشخص دیگه، هیچ ویدئویی بیرون نداده، احتمالا یا خودش ترسیده جمع کرده یا بستن کانالشو یا حالا هرچی. تو اینجور مواقع است که این دو طرف افراط، دو طرف بی مغز بی سواد میرسن به هم. افراطی ها، چه اون ور اون آخوندها و آخوند تبارا با اون فرهنگ، چه این طرف با این افراطی های بی سواد نادان که هیچی هم در مورد تاریخ و فرهنگ نمیدونن، در مورد ادبیات ایران هیچی نمیدونن، فقط رگ گردنشون میزنه بیرون. آقا بیان این شاهنامه رو یا لطف کنین زنجیره رو بکشید بالا، یه خورده بار سنگینیه رو گردن رو بکشیدش بالا. این من دادم آهن ورقاشو درست کردن. آره خیلی خیلی منحصر به فرده، گیر نمیاد، هر کسی اینو نداره این شاهنامه رو. آره بکشیدش بالا، بعد میبریم بذاریمش پایین، من لاشو باز کنم ببینم میشه چیزی ازش خوند، بلدم بخونم یا نه. آره این فرهنگ ما قرنهاست گرفتار این امام سازی و امامزاده سازی و خدا کردن این اونه. حتی قبل اینکه اصلا بفهمیم یارو کیه، چه کاره است، حال و حوصله‌اش هم نداریم، سوادش هم نداریم، دنبالش نمیریم بفهمیم، طرف رو میبریم بالا، تبدیلش میکنیم به خدا. یارو نشسته آقا این شاهنامه قرآن ماست، مذهب ما مذهب فردوسی، یاد آریایی اهورایی. باور کنین 10% اینا شاهنامه رو وا نکردن اصلا بخونن، اصلا وقت نمیذارن، چرت و پرت دنبال چرت و پرت میرن. ممکن حالا بعضیاش یه شاهنامه واسه قشنگی گذاشتن تو دکور خونه‌شو، آقا ما شاهنامه داریم. اما اگه بگی آقا بیا لاشو باز کن ماهی یه دفعه، نه هر روزی یه دفعه، ماهی یه دفعه، 6 ماه یه دفعه کتابو باز کن، تیکشو بخون، بیا اصلا بخون برای ما ببینیم بلدی بخونی.